سلام، مایه هستم با یه ویدیوی دیگه. همونطور که از تامنیل و تایتل ویدیو متوجه شدین، امروز قراره بعد از مدت‌ها در مورد یه فرقه صحبت کنیم که این فرقه قطعاً انتظارشو دارین توش اتفاقای وحشتناک قراره بیفته، ولی احتمالاً تصور این چیزهایی که قراره توی این ویدیو راجبش صحبت کنیم رو ندارین. به خاطر همین اگه حساسیتی نسبت به هر موضوعی، ببینین وقتی میگم هر اتفاقی تو دنیا اینجا میفته، واقعا هر اتفاقی تو دنیا تو این فرقه میفته. اگه حساسیتی نسبت به هر چیزی دارین، پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو نبینین، یا اگه میخواین مثلا کنار خانواده یه ویدیوی خیلی سبکتر و چیزی که بشه خیلی راحت تر تماشا کرد نگاه کنین، الان این ویدیو رو تماشا نکنین، بذارین برای بعدن، برای زمانی که قشنگ میتونین تحمل سردرد آخرش رو بکشین. و در نهایت من جلو تو هر بخشی بهتون تذکر میدم که الان قرار راجع بشه چیزی صحبت کنیم که اگه اون مورد خاص اذیتتون میکرد بتونین بزنین جلو. ولی اگه آماده این که این ویدیو رو ببینین، حتما تا آخرش رو نگاه کنین. خب بیاین برگردیم سراغ ماجرا. همه چیز برمیگرده به ماه می سال 1990. صبح 21 اون ماه، سکوت یکی از محله‌های شهر سالیدا توی کالیفرنیا با صدای آژیر ماشینای پلیس شکست. چند دقیقه بعد، مامورا رفتن توی خونه‌ای که از بیرون کاملاً عادی به نظر می‌رسید. ولی وقتی وارد خونه شدن، با یکی از وحشتناکترین و بیرحمانه‌ترین صحنه‌هایی که تو زندگیشون دیده بودن مواجه شدن. خون تقریباً همه جای خونه رو گرفته بود. آثار درگیری توی اتاقا دیده میشد و هرچی مامورا جلوتر میرفتن، ابعاد فاجعه بزرگتر میشد. توی نگاه اول پلیسا فکر کردن شاید درگیری بین گنگ ها بوده یا مثلا از این دعواهای انتقام جویانه. ولی یکم که بیشتر تحقیقاتشون رو گسترده کردن، به اسمهایی رسیدن که قبلا هم راجع بهشون شنیده بودن، به اسمهایی که برمیگشتن به یه فرقه. و مثل همیشه قراره برگردیم به خیلی سال قبل و شروع کنیم اول از همه درباره رهبر این فرقه صحبت کنیم. یه مردی به اسم جرالد کروز. جرالد کروز توی ماه مارچ 1962 توی ایالت کالیفرنیا به دنیا آمد. تاریخ دقیق تولدش مشخص نیست. یعنی حتی نمیدونیم که تولدش اول مارچ بوده یا آخرش. حالا شاید به خودتون بگین خب چه اهمیتی داره؟ تاریخ تولدش رو ندونیم، مگه میخوایم براش تولد بگیریم؟ نه، مهم نیست به تنهایی. ولی نکته اینجاست که این فقط یکی از نقاط تاریک توی هویت این مرده. جرالد کروز کلاً یه آدمی بود که هویتش پر از حفره‌هایی بود که تا ابد هم حتی پر نشد بعضیاش. مثلا یکی از اونا اسمش بود. فامیلی جرالد توی شناسنامش کاکس ثبت شده بود، ولی خودش فکر میکرد که فامیلیش کروزه، به خاطر اینکه مادرش هورتنسیا کروز بهش گفته بود که پدر تو یه مردی به اسم اسنسیو کروز که زمانی که من باردار بودم از من جدا شد و از کلن آمریکا رفت، برگشت به مکزیک و به خاطر همینم حتی نمیدونه که بچه داره اینجا و نمیدونست که من باردارم، برای همین بلمون کرده و رفته. و جرالد فکر میکرد که آره دیگه پدرش از وجودش خبر نداره و به خاطر همین اسمش مثلا کروزه، اسمش با مادرش یکیه. البته نکته‌ای که هست اینه که جرالد خودش نمیدونست که توی شناسنامه اسمش فرق میکنه، فامیلیش فرق میکنه. زمانی که جرالد وارد مدرسه میشه، میبینه که معلما، مدیر و بقیه دارن بهش میگن جرالد کاکس. بعد میگه نه اشتباه میکنین، فامیلی من کروزه. و میگن نه اینها اینجا کاکس ثبت شده. و اینجا بود که جرالد میره سراغ مادرش، بهش میگه قضیه چیه، چرا فامیلی من فرق میکنه؟ و مامانش بهش میگه به خاطر اینکه بابای تو رفته بود، یعنی ولمون کرد رفت مکزیک، نبود که بخواد بره شناسنامه بگیره برای تو. من از یکی از دوستام، یه مردی که فامیلیش کاکس بود، بچه اسمها توی این پرونده خیلی خیلی زیاده، به خاطر همین دیگه اسم بیشتر نمیدم که قراقاتی بشه، مثلا اسم کوچیک طرفم بدونین، مهم نیست. برای همین اسمایی که نمیدم سعی میکنم با نسبت بگم تا جایی که میشه کم کرد اسما رو. ولی قشنگ با دقت گوش کنین، چون میگم اسم خیلی خیلی زیاده و متاسفانه عکس هم کم داریم از کسایی که درگیر این پرونده هستن. نمیتونم هر باری که اسمشون رو میگم عکسشون رو بذارم که متوجه بشین. عکساشون نیست خیلیشون. خلاصه بهش میگه که آره یکی از دوستای من بود، یه مردی با فامیلی کاکس، اون قبول کرد که شناسنامه رو برای تو بگیره به اسم خودش.
یعنی خودش رو به جای پدر تو توی شناسنامت معرفی کن. جرالد میگه خیلی خوب باشه و تو همون حین شوهر هورتنسیا، یعنی همون کسی که جرالد به عنوان پدرش میشناسه، اونم از مکزیک برمیگرده و وقتی میاد میبینه که یه بچه داره و اونم بهش معرفی میکنه، زنش بهش میگه آره اینم من زمانی که تو ول کردی رفتی باردار بودم و خلاصه یه خانواده‌ای نسبتاً تشکیل میشه. ولی این تنها چیزی نبود که جرالد راجع به هویت خودش نمیدونست و راجبش بهش دروغ گفته بودن. مسئله اینجاست که روابط توی خانواده اینا اونقدر پیچیده بود که از هر وریش بگیرین یه ور دیگهش میزنه بیرون و هنوزم که هنوزه درست مشخص نیست دقیقاً کیه. جرالد توی خونه‌ای که زندگی میکرد با پدر و مادرش الان یه خواهر بزرگتر هم داشت که خواهرش 26 سال از خودش بزرگتر بود. یه زنی به اسم هوپ، خواهرش اسمش هوپ بود. و یه روز جرالد توی مدرسه، باز کلا خیلی مدرسهشون جای خوبی بود، همه اطلاعات لازم رو جرالد از اونجا میگرفت راجع به خودش. یه روز توی مدرسه میشنوه که معلما دارن راجع به جرالد صحبت میکنن و میگن که راستی این بچه بدبخت خبر نداره، در واقع هوپ مادر اونه. هوپ کیه؟ هم کسی که به عنوان خواهرش میشناستش. یعنی در واقع خواهرش مامانشه و مامانش مادر بزرگشه، بعد باباشم بابا بزرگشه. از اون ور مردی که اسمش توی شناسنامه جرالد هست اصلا هیچ ربطی بهشون نداره، کاکس، کسی که فامیلیش کاکسه. و باز از طرف دیگه یه عده میگن شاید اون همون کسیه که هوپ باهاش ارتباط داشته و این بچه مال جفتشونه، ولی به نظر نمیاد. این درست هیچی مشخص نیست، همینقدر بهتون بگم که هیچ چیزی از روابط خانوادگی اینا مشخص نیست. و فقط هم این مسئله پدر و مادر نیست، کل اعضای خانواده در هم تنیده بودن. ظاهرا هورتنسیا قبل از جرالد، یعنی اگه جرالد پسر هورتنسیا باشه که نمیدونیم هنوزم، ظاهرا قبل از جرالد هم بچه های دیگه ای داشته، یعنی به جز هوپ بچه های دیگه ای هم داشته و هر کدوم از این بچه ها رو یکیشونو به عنوان دوست خانوادگی به جرالد معرفی کرده بودن، یکیشونو به عنوان پسر عمه معرفی کرده بودن، یکیشونو به عنوان دختر دایی معرفی کرده بودن و در حالی که همشون یا خواهر برادراش بودن که اگه پسر هورتنسیا باشه در اصل خواهر برادراش میشن و اگه پسر هوپ باشه میشن دایی ها و خاله هاش. خیلی وقتا دیدیم که رهبرای فرقه های مختلف وقتی راجبشون صحبت میکنیم بچگیشون یا عادی بوده یا اونچنان دیگه چیز عجیب غریبی نبوده، ولی برای جرالد اینطوری نیست. برای جرالد دقیقاً همون چیزیه که آدما تصور میکنن که یه رهبر فرقه احتمالاً اینجوری بزرگ شده که بعدم تبدیل شده به این جونور. برای جرالد دقیقاً همین اتفاق میفته، چون مسئله فقط روابطش با خانواده نبود. توی خونه بین این که هوپ قرار از جرالد نگهداری کنه یا مادر بزرگش، یعنی مادرش نمیدونیم که هورتنسیا ازش نگهداری کنه، همیشه جر و بحث بود، بین این دوتا دعوا بود. و راستی اینم بگم که جرالد زمانی که رفت خونه و از پدر مادرش، از فک و فامیلش پرسید که بالاخره شما کی من هستین و چه نسبتی با من دارین، خودشونو زدن به نشنیدن، جواب ندادن، کلن جواب ندادن. خلاصه که این بحران هویت اونقدر توی خانواده اینا عمیق بود که حتی بعدها، سالها بعد، وقتی رفتن با اعضای خانواده صحبت کردن، با دختر خانواده مارلین صحبت کردن و اینا، هیچ کدوم درست نمیدونستن. یعنی چندین سال بود که همشون توی یه بازی بزرگ فرو رفته بودن و تنها چیزی که میتونستن بگن این بود که مثلا یکیشون در میاد میگفت آره پدر واقعی جرالد مثلا اسنسیا نیست، یا اون یکی میگفت نه مادر واقعیش هورتنسیا نیست. هم در همین حد میدونستن، هیچ کسی هیچی درست نمیدونست. خلاصه گفتم توی این خونه همه سر این که مسئولیت جرالد با کی باشه هم درگیری داشتن و تو این درگیری عملاً هیچ کدومشون هم به جرالد رسیدگی نمی کردن، تا حدی که جرالد تا قبل از این که 6-7 سالش بشه 2 بار آسیب خیلی خیلی جدی دید. دیدین وقتی یه نفر مثلا یکی رو میخواین مسخره کنین یا
هم بگین یعنی تو خنگی نمیفهمی بهش میگین بچه بودی رو سرت مثلا خوردی زمین، با سر افتادی زمین. برای جرالد دقیقاً این اتفاق پیش اومده بود. جرالد وقتی 6 ماهش بوده یه روز هوپ بغلش میکنه و همینجوری داشته راه میرفته میره توی بالکن خونه و نمیدونیم داشته چی کار میکرده که یه لحظه همینجوری ول میکنه بچه رو، یعنی آغوشش رو باز میکنه و جرالد از تو دستاش شلاپت میفته زمین با سر و محکم میخوره به بتون. بقیه اعضای خانواده از سر و صدا متوجه میشن که اتفاقی افتاده و میرن اونجا بالا سر جرالد وای میسن نگاش میکنن، میگن به نظر نمیاد طوری شده باشه، نمیخواد ببریمش دکتر. بچه 6 ماهه‌ایه که با سر خورده تو زمین بتونی دیگه، پیش میاد برای همه، خیلی طبیعیه. و فقط یه چند روز میگن حواسمون بهش باشه ببینیم رفتار عجیبی نشون میده یا نه. و تو این چند روز جرالد شیر نمیخورده، این شیشه شیرش رو دستش نمیگرفته اصلا و بازم با خودشون گفتن مهم نیست و نبردنش بیمارستان. آخرم 3 سال و نیم از روی این ماجرا میگذره و زمانی که جرالد 4 سالش بود یه روز با مادرش توی ماشین بودن. وقتی میگیم مادرش یعنی توی منبعی که گفتن مادرش نمیدونیم منظور هوپ بوده یا منظور هورتنسیا بوده، فقط نوشته بود مادرش. به هر حال این بچه معلوم نیست از کجا آمده و به کجا داره میره. مامانش با یکی از اینا تو ماشین بوده و صندلی جلو هم نشسته بود. مادرش با سرعت داشت ماشینا میروند و جرالد هم کمربند نبسته بود. در همین حین نمیدونیم چه اتفاقی میافته و برای چی این کار میکنه، ولی مامانش یهو میزنه رو ترمز و توجه کنین به اینجا. ماشین وقتی یهویی نگه میداره، جرالد از روی صندلیش بلند میشه، میره جلو، از توی شیشه جلو یعنی شیشه رو میشکونه، از توش رد میشه، بدنش همجوری پرتاب میشه به چندین متر جلوتر تو همون جاده. و فقط یعنی میخوام یه لحظه این صحنه رو تو ذهنتون تصور کنید. یه بچه 4 ساله با سر میره توی شیشه ماشین، اونو میشکونه، از توش رد میشه و دوباره سقوط میکنه روی آسفالت و مادرش پیاده میشه از ماشین میره بالا، سرش نگاش میکنه، میگه زنده است، به نظر نمیاد مشکلی داشته باشه، نمیخواد ببریمش بیمارستان. خلاصه جرالد دوباره جون سالم به در میبره و به طرز معجزه آسایی زنده میمونه، ولی این دلیل نمیشه که دیگه مشکلی براش پیش نمیاد. توی خود فضای خونه هم جرالد در امان نبود. از اینجا یکم قراره راجع به آزار بچه ها صحبت کنیم، آزار فیزیکی. جرالد توی خونه بزرگ شد که همه دائم توش داشتن با هم دیگه دعوا میکردن. توی خونه همیشه بحث بود، همیشه سر و صدا بود و این دعواها فقط هم بین بزرگسالا نبود، خیلی وقتا رو به جرالد هم برمیگشت. هورتنسیا خیلی زن عصبی بود، خیلی خیلی زیاد. کارهایی که کرده رو بعداً کاملشو که بهش برسیم توضیح بدم براتون، شاخ در میارین از اینکه این آدم چه موجودی بوده این زن. ولی نسبت به جرالد هم دقیقاً همونقدر وحشی بود. هر باری که از دست جرالد عصبانی میشد به هر دلیلی، اگه جرالد یه اشتباهی میکرد یا کاری که ازش خواسته بود به خوبی انجام نمیداد یا هر چیز دیگه‌ای، مستقیما میرفت سراغ تنبیه فیزیکی. و تنبیه فیزیکیش هم فقط این نبود که مثلا بزنه پشت چه میدونم پس کله‌اش یا یه سیلی بزنه و اینا، که همین کارم نباید کرد، ولی حتی در همین حدم نبود. هورتنسیا با هر چیزی که به دستش میرسید جرالدو در حد مرگ کتک میزد. چیزایی که هورتنسیا ازشون برای آسیب زدن به جرالد استفاده میکردم کم نبودن، یکی دوتا نیستن. از طناب استفاده میکرد، از سیم، از کابلای سنگین بزرگ، چلاق میزد دیگه بهش. بعد از چوب لباسی استفاده میکرد، عصا، چتر، هر چیزی که بتونه بیشترین میزان درد رو منتقل کنه در موقع زدنش. و فقط هم هورتنسیا نبود، هوپ هم این کارا رو میکرد. هوپ هم از مادرش داشت یاد میگرفت تمام این کارا رو و اونم دق دلیشو دوباره سر این بچه خالی میکرد که ظاهراً بچه خودش بود. یکی دیگه از راههایی که هورتنسیا برای زجر دادن جرالد ازش استفاده میکرد این بود که زندانیش کنه.
جرالد توی خونه حق نداشت همجوری راست به چرخ هر جا دلش خواست بره. زمانی که توی خونه بود توی اتاقش زندانی بود، یعنی به معنای واقعی کلمه زندانی، نمیتونست از در خارج بشه، در روش قفل میکردن. یا یعنی تو مدرسه بود، صبح مثلا بلند میشد میرفت مدرسه و عصر که برمیگشت میرفت تو اتاقش زندانی میشد تا روز بعد. هرچند اگه حتی بهش اجازه هم میدادن که از اتاقش بیاد بیرون بازم خیلی فرقی نمیکرد. به خاطر اینکه این خانواده کروز خیلی آدمای ایزوله‌ای بودن و به هیچ عنوان با هیچ کسی نه معاشرت داشتن، نه دوستی داشتن، نه اجازه میدادن که جرالد هیچ دوستی داشته باشه. و این وضعیت با بزرگتر شدن جرالد هم بهتر نشد. زمانی که جرالد رسید به سنین نوجوانی بازم بهش اجازه نمیدادن که با هیچ کس در ارتباط باشه. دوست دختر که قطعاً اجازه نداشت داشته باشه. دوست هم میگفتن اگه با کسی هم میخوای دوست بشی همون بیرون تو مدرسه، هیچ کس حق نداره، اجازه نداره پاشو بذاره توی خونه ما. ولی باز هم فرقی برای جرالد نمی کرد، چون جرالد تو مدرسه اصلا هیچ دوستی نداشت. چون فضای مدرسه هم برای جرالد همچین فرقی با خونه نمی کرد. جرالد به خاطر تیپ و قیافش، بیشتر به خاطر لباساش و مدل موهاش، حالا ما نمیدونیم اون زمان چه تیپی میزده، چه شکلی بوده، ولی احساس میکنم احتمالاً به خاطر مسائل نژاد پرستی و این چیزا بوده، چون اینا خانواده لاتین هستن و شاید مثلا به سبک لباسای خاصی میپوشیده یا مثلا مدل موهای خاص خودشون رو میزده. توی مدرسه قلدری میکردن بچهای دیگه و همونجا هم دائم در حال اذیت شدن و تحقیر بود و انگار که این توهینا و تحقیرها کم بودن، خشونت فیزیکی هم داشتن بر علیه جرالد. کتکش میزدن، با پتک میزدن تو سرش. من نمیدونم چرا همه دارن به سر این بشر آسیب میزنن. یه بار توی مدرسه چند تا از همکلاسیاش که خیلی احساس بامزدگی میکردن رفتن یه پتک، البته پتک واقعی اینجوری نه، پتک پلاستیکی بود ولی بازم سنگین بود، برداشتن و کوبیدن تو سر جرالد. خلاصه که جرالد نه تو خونه آرامش داشت، نه تو مدرسه آرامش داشت، نه تو در و همسایه کسی رو داشت که بخواد بهش کمک کنه. حالا چرا در و همسایه؟ به خاطر اینکه گفتم بهتون هورتنسیا خیلی آدم وحشی عجیب غریبی بود. خیلی علاقه زیادی داشت به اینکه به حیوونا آسیب بزنه. و بله، تو این تیکه قراره از آسیب زدن خیلی جدی به حیوونا صحبت کنیم. اگه تحملشو ندارین بزنین جلو. یکی از ماجراهایی که میدونیم از این قضیه هورتنسیا اینه که هورتنسیا یه قناری داشته و یه روز میاد خونه میبینه که قناریش نیست و همین جوری سرخود به این نتیجه میرسه که قطعاً گربه همسایه، گربه که مال همسایه‌شونه میاد اونجا هم میچرخه، اون اومده قناری منو خورده. میره گربه رو میگیره میاره توی خونه جلوی چشم جرالد هم این کارو میکنه ها. یعنی جرالد اون موقع بچه هم بود، سنش کم بود. جرالد رو میشونه و بهش میگه بیا یاد بگیر. شکم گربه رو پاره میکنه که توی شکمش دنبال قناریش بگرده و ظاهرا آخرم پیداشم نمیکنه تو شکم گربه بدبخت. نمیدونیم هم گربه رو اول میکشه یا همجور زنده، ولی اینم تنها کار عجیب وحشیانش نیست. یه سگی بود توی محلشون، سگ یکی از همسایه ها، که اونم وقتی که از خونشون میومد بیرون میرفت مثلا تو باغچه ها این بر اون بر بازی میکرد، میدوید این بر اون بر. سگ دیگه، سگا چجوری بازی میکنن. و بعض وقتا وارد باغچه هورتنسیا هم میشد و هورتنسیا اصلاً از این اتفاق خوشش نمیومد. برای همین یه روز هورتنسیا تصمیم گرفت که خودش این قضیه رو تموم کنه. وقتی سگه اومده بود توی حیاطشون میره بالا سرش و سگه رو میگیره. سگ خونگیه، مال همسایه شونه و نمیترسید از هورتنسیا. وایساده بود نگاش میکرد، فکر میکرد الان میخواد مثلا نازش کنه احتمالاً یا بهش خوراکی چیزی بده. ولی هورتنسیا نه، میگیرتش، میکشه یه گوشه، یه تبر بر میداره و میزنه پای عقب سگه رو باهاش پودر میکنه. اصلا نمیتونم توصیف کنم چجوری. ببینین اینطوری بگم که این سگه دیگه برای همیشه قابلیت راه رفتن عادی از دست میده.
و تمام باز این اتفاقات جلوی چشم جرالد میفته. میتونین تصور کنین که کسی که توی این خونه بزرگ شده یه همچین بچگی داره توی بزرگسالی آدم سالمی از آب در نمیاد. راجع به این که جرالد کی از مدرسه خارج شد و شروع کرد به کار کردن، منابع مختلف با هم دیگه اختلاف نظر دارن. یه جاهایی میگن که جرالد مدرسه رو تموم کرد، یعنی دیپلمش رو گرفت و بعد رفت شروع کرد به کار کردن. یه جاهایی هم میگن نه، اونقدر وضعیت مدرسه بد شده بود، اونقدر قلدری ها زیاد شده بودن که توی سال دوم دبیرستانش ترک تحصیل میکنه و شروع میکنه به کار کردن. که حالا نمیدونیم، فرقی هم نمیکنه. در هر صورت از همون سنین اوایل جوونیش، از همون مثلا تقریبا 17-18 سالگی شروع میکنه به کار کردن توی یک کلاب. همزمان با اینکه میره سر کار موفق میشه که از خانواده هم جدا بشه. برای اولین بار تو زندگیش جرالد داشت مستقل میشد و نفس میکشید. واقعا به معنای واقعی کلمه داشت نفس میکشید. ولی کسی که تو این شرایط بزرگ شده، منزوی بار اومده، هیچ دوستی نداشته تو کل زندگیش، پدر و مادرش اصلا هویت نداره، معلوم نیست باباش کیه، مامانش کیه، توی یه خانواده به این عجیب غریبی بزرگ شده، آدم بزرگسال، میگم سالمی هم از آب در نمیاد. و جرالد تو همون سن بزرگسالی این نفرتش، این عصبانیتی که توش رشد کرده بود، شروع کرد به بیرون زدن. به جای این که سعی کنه رو خودش کار کنه و به جای این که سعی کنه تمام اون ضربه هایی که از بچگیش دیده، تمام اون زخم های روحی که داره رو به شکلی ترمیم کنه، خشونتش و عصبانیتش رو معطوف کرد به جامعه. تصمیم گرفته بود، یعنی تو ذهن خودش داشت میگفتش که این که من این همه بدبختی کشیدم تمامش تقصیر نظام سرمایه‌داری، تمامش تقصیر جامعه و تمامش تقصیر سیاستمداراست. اون اعتمادش رو به کل نسبت به هر کسی که توی موضع قدرت بود از دست داد. نهادها و ساختار جامعه رو کلاً اشتباه و غلط میدونست. میگفت سیستم بهش خیانت کرده و سیستم بوده که بهش اجازه داده که زندگیش به این شکل پیش بره. جرالد تو اون دوره هنوزم توی مودستوی کالیفرنیا زندگی میکرد، همون شهری که خانواده‌اش هم توش بودن. ولی گفتم خونش جدا بود و یه کار پیدا کرده بود توی کلاب، ولی نه کلاب عادی، استریپ کلاب. میدونین که استریپ کلاب چیه، لازم نیست توضیح بدم. اونجا جرالد بیشتر حالت نگهبان دم در بود، همینایی که چک میکنن ببینن مثلا طرف سنش بالای مثلا سن قانونی باشه اجازه بدن بره داخل، یا مثلا ببینن وضعیتش به نظر میرسه که آدم سالمیه یا نه، از اینا دیگه. یه حالت بادیگارد طور دارن دم در. و حالا تصور کنین جرالد یه آدمیه که از همه چیز و همه کس متنفره، خیلی عصبیه، خیلی نسبت به همه خشم و کینه داره و برای اولین بار وارد یه کاری شده که اتفاقاً صبح تا شب باید با آدمای مختلف توش سر و کله بزنه. اونم چه آدمایی؟ کسایی که میرن استریپ کلاب. آدم نرمال بلند نمیشه بره یه همچین جایی. میدونین چی میگم؟ آدم سالم نمیره اینجور جاها. لااقل خیلی خیلی تعداد کمی شاید مثلا بخوان برن همچین تجربه‌ای داشته باشن. و الان جرالد دائم با اینا دهن به دهن میشد، دائم با اینا داشت صحبت میکرد و برای اولین بار داشت دوست پیدا میکرد از بین همین آدما. و همونطور که گفتم آدم درست حسابی نمیره توی استریپ کلاب. معمولاً کسایی میرن که توی هرم شهروندی تو سطح خیلی خیلی پایینن. خیلی وقتا حتی بی خانمان ها میرفتن اونجا، یعنی مثلا یه قرون پول از یه دایی میکردن و بدو میومدن میرفتن توی استریپ کلاب. یا یه کسایی که دائم الخمرن، کسایی که زندگیشون از دست دادن، خیلی از کسایی که مثلا یه زنشون ولشون کرده رفته بلند شدن میمدن اینجا، آدمای خیانتکار، آدمای میگم خیلی جالبی نبودن. و اتفاقا این گروه از آدما کسایی بودن که میتونستن با جرالد احساس نزدیکی داشته باشن، چون وقتی با هم دیگه صحبت میکردن با خودشون فکر میکردم، گفتن چقدر ما شبیه به همیم، چقدر هر دوتامون مثلا با یه نفر که جرالد نشسته داره صحبت کنه با اون، چقدر ما جفتمونم از جامعه بدمون میاد، چقدر
دنیا و جامعه به ما ظلم کرده. هیچ کدوم از این چیزا تقصیر خودمون یا خانواده‌مون نیست. ما هیچ راهی برای اینکه بتونیم رشد کنیم و بزرگ بشیم نداریم. پس باید انتقاممون رو از جامعه بگیریم. و جرالد برخلاف چیزی که شاید فکرشو بکنین که یه بچه‌ای که خیلی منزوی بار اومده، اصلاً هیچ وقت هیچ دوستی نداشته، درست حسابی حرف نزده و اینا، احتمالاً الان هم نتونه حرف بزنه، نه برعکس، اتفاقاً تبدیل شده بود به یه بزرگسال کاریزماتیک. یعنی وقتی شروع کرد به حرف زدن با آدما، با کسایی که قلدری نمی‌کردن و میتونست مثلا کنار اونا به نسبت مثلا توی موضع قدرت بود، چون تصور کنین یه نفر که اومده توی اون کلاب، این بادیگارد و نگهبان اونجاست و اگه این تصمیم بگیره میتونه اون آدمو بیرون کنه. نسبت به اون مشتری اونجا، جرالد تو موضع قدرته و میگم وقتی خودش رو تو این جایگاه دید خیلی هم خوب میتونه حرف بزنه، اتفاقا خیلی قشنگ میتونه با آدم ارتباط بگیره و خیلی زیاد میتونه روشون تاثیر بذاره. لااقل رو اون قشر از آدما که میرفتن اونجا خیلی خوب میتونست تاثیر بذاره. صحبتایی که جرالد میکرد اولش همون مکالمه‌های عادی بین کارکنان و مشتریای ثابت بود، اما خیلی زود صحبت‌های شکل دیگه‌ای گرفتن. جرالد شروع کرد به سخنرانی‌های طولانی درباره دولت، جامعه و ساختار کلاً زندگی و دنیا. بعد کم کم دیگه حتی شکایت کردن از وضع موجودم گذاشت کنار و گفت کل سیستم باید از بین بره. به عقیده جرالد کل ساختار جامعه باید کاملا فرو می پاشید و همه چی از اول ساخته می شد. این شخصی که از بچگی دچار بحران هویت بود، دچار کلی مشکل بود تو زندگیش، الان رسیده بود به یه سنی که میخواست برای خودش هویت جدید بسازه. اصولاً آدم‌ها یه هویت ثابتی دارن و روی اون شروع میکنن، مثلا از اون سن شروع میکنن به پرورش دادن اون هویت و ساختن هویت رو همون پایه. ولی جرالد هیچ پایه‌ای نداشت. جرالد کاملاً از صفر قرار بود خودش رو درست کنه و تو این نقطه بود که تصمیم گرفت از خودش یه مرد خیلی قدرتمند و خیلی تاثیرگذار بسازه. و همون زمان بود که اتفاقاً علاقه‌مند هم شده بود به موضوعهای ماورایی. برای همین به خودش تصمیم گرفت که این کاراکتر جدیدی که از خودش میخواد تولید کنه باید یه مردی باشه که قدرت‌هایی داره که بقیه این قدرت‌ها رو ندارن، یا لااقل بقیه رو قانع کنه که خودش این قدرت‌ها رو داره. جرالد یه مدت شروع کرد به صحبت کردن از خدا، از این که چقدر میتونه مفاهیم الهی رو عمیق‌تر از بقیه درک کنه. بعد یهو نظرش رو عوض کرد و این بار شروع کرد صحبت کردن راجع به شیطان و شیطان پرستی و شیطان گرایی. بعد دوباره بحث رو پیچوند، این بار رفت به سمت نژاد پرستی. میگفتش که نژاد سفید پوست ها نژاد برتر هستن و همون عقاید گروه معروف، نمیدونم چجوری بگم که تو یوتیوب به مشکل نخوره، کاف فارسیشو گفتم متوجه میشین دیگه، همون گروه معروف رو عقایدشون رو داشت تکرار میکرد. و خلاصه عقاید کلی جرالد اینطوری نبود که یه سیستم مثلا مشخصی باشه، یه سری قوانین داشته باشه، یه سری ایده های ثابتی داشته باشه و بقیه بخوان اون عقاید رو دنبال کنن. به خاطر همینم هستش که فرقه که بعداً تشکیل داد خیلی خیلی خطرناک شد، چون فرقش شخصیت محور شده بود. مهم نبود که چه چیزی میگه، مهم این بود که جرالد داره اون حرفو میزنه و بقیه صرفاً خود جرالد رو دنبال میکردن. اینطوری نبود که یه سری مثلا میگم قوانین ثابتی باشه و اگه خود جرالد مثلا از اون قوانین تخطی کرد بقیه بخوان بهش بگن چرا این کارو کردی، یا مثلا مجبور باشه که یه سری کارایی رو انجام بده به خاطر همون قوانینی که خودش وضع کرده، که توی خیلی از فرقه ها این اتفاق میفته. ولی مدل جرالد نه، اینطوری نبود، کاملا شخصیت محور بود و اصلا اهمیت نداشت حتی حرفای کاملا ضد و نقیض بزنه. یه روز بگه من مسیحیم، یه روز بگه من شیطان پرستم، مهم این بود که خود جرالد اونجا هست و داره این حرفا رو میزنه. خود جرالد هم کاملا متوجه این موضوع بود، متوجه بود که بقیه این هر کاری بکنه، هر چی بگه، بقیه بازم به به چهچه میکنن، میگن ماشاءالله ماشاءالله، آفرین، واقعا درست گفتی، به به به. و همینجا بود که تصمیم گرفت
یه گروه برای خودش بسازه. یعنی همین آدمایی که میومدن توی کلاب میشستن دورش و به حرفاش گوش میدادن، گفت چرا من مفت و مجانی و الکی بدون هیچ چشم داشتی بیام این حرف‌های، این سخنان گوهربارم و باهاشون به اشتراک بذارم؟ بذار یه سودی هم برای من داشته باشه. تبدیل بشیم به یه گروه. با خودش که نمیگفت فرقه، برای فرقه بشیم، گفت اکیپ بشیم مثلا با هم دیگه. ولی برای اینکه قشنگ تبدیل به یه اکیپ حرفه‌ای بشن، باید یه نفری رو به عنوان دست راست خودش انتخاب میکرد. اصلا هدفش این نبود که فرقه بسازه. میدونین همین جوری تو همه اکیپ های دوستی یکی هستش که دست لیدره و یه دست راستی هم داره. و این شخصی که جرالد به عنوان دست راست خودش انتخاب کرد یه مردی بود به اسم جیمز دیوید بک. بک توی سال 1956 متولد شده بود و یعنی حدود 6 سال از جرالد بزرگتر بود. گذشته اون و زندگیش کلاً هیچ شباهتی به زندگی جرالد نداشت. جرالد میدونین توی چه جور خانواده‌ای بزرگ شده بود، ولی بک دقیقاً نقطه مقابلش توی یه خانواده خیلی جمع و جور، مرتب، حتی مذهبی بزرگ شده بود که آخر هر هفته میرفتن کلیسا. حتی یکی از اعضای گروه کور کلیسا هم بود بک. یعنی لااقل از بیرون خانواده بک خیلی خانواده خوب و آرومی به نظر می رسیدن. خانواده معمولی، همه چیزشون خیلی لطیف و قشنگ و خیلی ساده است، هیچ مشکلی ندارن. ولی اینطور نبود. در اصل توی این دوتا خانواده یه شباهت بزرگ، یعنی خانواده جرالد و خانواده بک، یه شباهتی وجود داشت و اونم آزار بچه ها بود. منتها توی خانواده جرالد این آزارها فیزیکی بودن، توی خانواده بک آزارها جنسی بودن. بک زمانی که تقریباً 16-17 سالش بود متوجه شد که پدرش داره از خواهرش سوء استفاده جنسی میکنه، بهش تعرض میکنه و تو همین حین این قضیه سر و صدا کرد. پلیس ها اومدن سراغ بابای بک، گرفتنش و بردنش زندان. ولی خود بک نمیخواست بذاره که این اتفاق به این تلخی و وحشتناکی روی زندگیش تاثیر بذاره. اون میخواست تبدیل بشه به پدری که پدر خودش نتونست باشه. رفت توی 20 سالگی رفت یه کار پیدا کرد، بعدم ازدواج کرد. بک و زنش صاحب 3 بچه شدن و زندگیشون داشت خیلی خوب و خوش و خرم پیش میرفت تا اینکه زنش شروع میکنه به مصرف الکل و مواد مخدر و اونقدر توی این اعتیادش غرق میشه که دیگه نمیتونه از بچه‌ها نگهداری کنه، دیگه نمیتونه هیچ کاری بکنه و داشت نابود میشد زندگیشون. بک هم با عصبانیت ازش جدا میشه، حضانت هر 3 بچه رو میگیره و دست بچه‌هاشو میگیره، بلند میشه میره خونه پدری پیش مادرش اینا زندگی میکنه. حالا سر این که بک و جرالد چجوری با همدیگه آشنا شدن، باز منابع مختلف با همدیگه اختلاف نظر دارن. یه سری جاها گفته میشه که بک و جرالد از بچگی با همدیگه دوست بودن و بعد از مدت ها دیگه توی سن نوجوانی به بعد اینا از همدیگه جدا میشن، دور میافتن، از هم هیچ خبری نداشتن تا اینکه بک بعد از طلاقش شانسی با جرالد رو در رو میشه و با همدیگه ارتباط میگیرن دوباره. یه سری منابع دیگه هم میگن نه، اینا هیچ سابقه آشنایی نداشتن با همدیگه. بک بعد از طلاقش، بعد از تمام این جریانات، چون اعتقادش رو از دست داده بود نسبت به دین و خدا و این چیزا، نه که کامل از دست بده ولی ضعیف تر شده بود و دیگه به سرسختی قبل لااقل رعایت نمی‌کرد. از طرف دیگه هم خشمگین شده بود نسبت به جامعه و هر چیزی که باعث شده زندگیش بد پیش بره. شروع کرده بود به یه سری عادت‌های بد، مثلا رفتن به استریپ کلاب و اونجا بود که با جرالد آشنا شد. نمیدونیم کدومش درسته ولی به نظرم میاد که دومی درست تر باشه، چون ما میدونیم که جرالد تو بچگی با هیچکی دوست نبود، پس با بک هم نمیتونسته دوست باشه، مگه اینکه دوستی منظورشون در حد مثلا آشنایی دورا دور بوده. خلاصه این 2 نفر با هم صحبت میکنن و بک به شدت تحت تاثیر جرالد قرار میگیره.
در کل هم بک آدمی بود که خیلی شخصیت مستقلی نداشت، خیلی دوست داشت که همیشه به یکی تکیه کنه و الان هم به نظرش میومد که جرالد بهترین آدمه برای این کار، بهترین کسیه که بتونه الگوی خودش قرار بده. البته الگو هم نه، کسی که بخواد مستقیما پیروی کنه ازش. جرالد متوجه این شخصیت بک شده بود و اینم میدونست که برای اینکه اونو بیشتر از همیشه به خودش وابسته کنه باید چی کار کنه؟ باید ارتباطش رو میدونین با اطرافیانش، با زندگیش، با هر چیزی که در گذشته داشته قطع کنه. توی مرحله اول بهش میگه که دیگه کلیسا نرو. کلیسا هم جزو این سیستمه، همون سیستمی که ما ازش ناراضی هستیم. بک میگه چشم. کسی که کل عمرش هر یک شنبه مرتب میرفت کلیسا، یهویی کلن ترک کرد و دیگه نرفت. مسئله همین نیستش که بگم مثلا ها دینشو گذاشت کنار آدم بدی شد. نه، مسئله اینجاست که یه کاری که کل عمرش انجام داده بود و تا این حد بهش پایبند بود رو فقط به خاطر یه حرف جرالد تو 1 ثانیه گذاشت کنار. توی مرحله بعد جرالد بهش گفت باید رابطتو با خانوادت کم کنی. خیلی راحت بهش گفت برای اینکه بتونی آزاد بشی، از زنجیرهات رها بشی و بتونی بری به سمت اون استقلال، به سمت اون زندگی و اون آینده‌ای که همه با هم می‌خوایم بسازیم توی دنیای جدید، باید دیگه بچه‌هاتو نبینی، دیگه نری سراغ مادرت، دیگه اصلا نری خونه. بک هم میگه باشه چشم. کسی که اونقدر بچه‌هاشو دوست داشت که به خاطر حضانتشون کلی جنگید سر توی ماجرای طلاق و حضانت بچه‌ها رو گرفت، دیگه نرفت سراغ بچه‌هاش، کاملا ولشون کرد به حال خودشون. دیگه اصلا خونه نمیرفت، دائم همش پیش جرالد بود و منتظر بود ببینه که دستور بعدی جرالد چیه. جرالد مطمئن شده بود که اوکی، این دست راست من، این آدم الان دیگه جاش سفته و من میتونم از این برای اعمال خشونت و هر کار دیگه‌ای که میخوام روی بقیه انجام بدم از این استفاده کنم. لازم نیست خودم دستم رو مثلا آلوده کنم به خون کسی. و به صورت جدی از اینجا دیگه شروع میکنه به راه اندازی فرقش. جرالد میدونست برای اینکه فرقش تحکیم بشه و کاملا بتونه اون چیزی که تو ذهنش هست و پیاده کنه، باید حلقه اطرافیان نزدیک خودش رو لااقل قوی کنه، بزرگتر کنه و بک به تنهایی کافی نیست. برای همین رفت سراغ 2 نفر دیگه. اما جرالد این 2 نفر رو به خاطر اینکه بهش کمک کنن، مثلا مثل دست راست دست چپ اینا باشن، انتخاب نکرده بود. هدفش از انتخاب اینا چیز دیگه ای بود که حالا متوجه میشی. یکی از اینا یه پسر نوجوان بود، یه پسر 15-16 ساله به اسم ریچارد وییرا که به ریکی میشناختنش همه. ریکی همونطور که میتونین حدس بزنین یه نوجوانی بود که توی خونه خیلی بدی بزرگ شد، توی خانواده خیلی بدی بزرگ شده. پدرش به شدت آدم عصبی و کنترلگر، خشن و آسیب زننده‌ای بود. دائم ریکی رو اذیت میکرد، کتکش میزد، دعواش میکرد و مادرش هم اصلاً به ریکی اهمیت نمیداد. یعنی مادرش بودن و نبودنش هیچ فرقی برای ریکی نمیکرد. تا این حد بهتون بگم که ریکی توی 8 سالگی از طرف پدر و مادر خودش با ماریجوانا آشنا میشه و از همون موقع بهش هم گل میدن، میگن بیا بکش و معتاد میشه. بگو این بچه 8 ساله معتاد مواد مخدر میشه. تا تو همون 15 سالگی و ایناش هم ادامه داشت این اعتیادش و وضعیتش طبیعتاً توی مدرسه هم اصلاً خوب نبود. نه درست حسابی میتونست درس بخونه، نه درست حسابی دوست و رفیق آنچنانی داشت. از طرف دیگه هم به خاطر همین اعتیادش و رفتارهای بدش دائم از مدرسه اخراج میشد و در نهایت دیگه کلاً به مدرسه نرفت. تو همین حین، میگم تو سن 15-16 سالگیش با جرالد آشنا شد و جرالد سریع فهمید که این بچه رو چجوری باید جذب کنه. بهش گفت وای خیلی برات متاسفم که توی همچین شرایطی داری زندگی میکنی، میفهمم دلت نمیخواد اصلا بری توی این خونه، دلت نمیخواد برگردی اونجا و دوباره تمام این بار سنگین رو به دوش بکشی. به جاش پاشو بیا خونه من زندگی کن، خونه من جا داره، بهت اجازه میدم که اینجا بمونی.
و ریکی به عنوان یه نوجوان احمق قبول میکنه، میگه چقدر هم عالی، مرسی، دستت درد نکنه، تو چه مرد بزرگی هستی، چه انسان بزرگی هستی که اجازه دادی من بیام خونه تو زندگی کنم. البته نمیشم بهش گفت احمق، یعنی تصور این خانواده‌شو که آدم میکنه میگه خب چه راه دیگه ای داشته. ولی در هر صورت ریکی ناخواسته من بدون اینکه خودش بدونه وارد این فرقه میشه. ماهای اول زندگی ریکی توی خونه جرالد خیلی خوب بود. واقعا هم داشت بهش خوش میگذشت. جرالد در حقش داشت پدری میکرد. حتی بهش گفته بود که تو میتونی یکی از اعضای خانواده ما باشی و منظورش از خانواده فرقه بود، فرقه‌ای که در حال تشکیل دادن بود. ولی ریکی خبر نداشت که اصلا هم قرار نیست که یه عضو خانواده باشه، یا لااقل اون خانواده‌ای که مد نظرش بود نبود. تو یادتونه خانواده جرالد چجور خانواده‌ای بودن؟ توش چه اتفاقایی میافتاد؟ جرالد همچین دروغ هم نمیگفت به ریکی وقتی بهش میگفت تو یکی از اعضای خانواده منی و این خانواده جدید منه. نفر دوم یه مرد جوون دیگه بود به اسم استیون پرکینز. استیون حدوداً 20 سالش بود. اطلاعات خاصی از وضعیت خانوادگی یا بچگی استیون نداریم. ولی طبیعتاً اونم شرایط نرمالی نداشته که تصمیم گرفته بیاد و توی خونه جرالد زندگی کنه. اونم همینطوری، این جرالد رفته بهش گفته که بیا خونه من زندگی کن، بیا وارد خانواده عزیز من شو. تنها چیزی که راجع به استیون میدونیم اینه که با جرالد یه نسبت خانوادگی دارن، یعنی فامیلی نه. اینطوری که یه کسی که جرالد رو میشناخته و خانواده جرالد رو میشناخته، استیون رو هم میشناخته و این دوتا رو به هم دیگه معرفی کرده. در حد مثلا شاید همسایه دور بودن یا آشنای دور، اینطوری بودن و خلاصه اینا به هم دیگه معرفی میشن و استیون هم دقیقاً همزمان با ریکی وارد اون خونه میشه. جرالد الان دیگه به صورت جدی فعالیت فرقش رو شروع کرده بود و دیگه کسی هم نبود که بخواد بگه نه این فرقه نیست، گروه. همه دیگه میدونستن، یعنی لااقل ته دلشون میدونستن که این فرقه است. به خاطر اینکه دیگه تعدادشون در حد همون 3-4 نفر دور خودش، 4 نفر بشینن توی بار و کلاب و این ور اون ور صحبت کنن نبود. یه عده‌شونو که اون اعضای اصلی رو جمع کرده بود برده بود همه رو خونه خودش و به جز اون فرقشون تو این مرحله 55 تا حداقل میدونیم که عضو داشته. شاید براتون سوال پیش بیاد که چجوری این همه آدم رو جمع کرده بود. از روش‌های مختلف، ولی یکی از اصلی ترین روشاش استفاده از یکی از اعضای فرقش بود. یک کسی به اسم رانالد ویلی که رانالد برخلاف بیشتر اعضای نزدیک همون حلقه نزدیک خودش دائم توی خونه جرالد زندگی نمی کرد. میرفت و میومد. خودش جای دیگه داشت برای زندگی و با خیلیا بیرون در ارتباط بود. میرفت با آدمای مختلف، از کارتون خوابا گرفته تا کسایی که مثلا رفیقاش، دوست، آشنا، فامیل اینا. البته که عضو گرفتن این گروه فقط از طریق رانالد نبود. در اصل بیشتر اعضا رو همون خود جرالد داشت میگرفت. اول از همه با همون اعضایی که توی کلابشون بود شروع کرد. یه تعداد از رقصنده های اون استریپ کلاب مثلا رفتن توی فرقش. یه تعدادی از کارکنای اونجا، مشتریای اونجا، در اصل از همونا شروع شد دیگه. ولی بعد بزرگتر و بزرگتر هم شد، با آدم‌های دیگه‌ای شروع کرد به صحبت کردن و بعدش مثلا اعضای یه گروه راک که نمیدونیم کدوم گروهه، هیچ جا این گفته نشده که کدوم بند بودن که رفتن توی این فرقه، ولی اینو میدونیم که یه بند راک بوده که توی فرقه اینا بودن. اعضای اون بند، دندون پزشک اون محله تصمیم گرفته بود بره وارد فرقه جرالد بشه، یه دانشجوی حقوق و کشیش محلشون. گفتم بهتون جرالد متوجه شده بود که برای اینکه بتونه آدما رو به خودش وفادار کنه، پیروانش رو قشنگ دور خودش سفت نگه داره، فهمیده بود که باید از نقطه ضعفشون سوء استفاده کنه. برای همین بود که در اصل میرفت سراغ آدمای بی خانمان، چون میدونست اینا آدمایی هن که به شدت توی موقعیت ضعفن، دور و برشون شبکه حمایتی ندارن و کافیه جرالد بهش بگه پاشو بیا خونه من زندگی کن.
اون آدم همه چیزشو به پای جرالد میریزه. همه چیزش منظور مثلا پول و اینا نیست، منظورم همون اطاعت، فرمان بردن ازشه. به همین ترتیب کلی آدم رو جمع کرد توی خونش و با همشون هم همینطوری بود که روزای اول رفتار خیلی خوبی داشت، ولی کم کم یواش یواش اون روی خودش رو نشون میداد. و همین تکنیکش هم باعث می شد که آدما بیش از پیش بهش وابسته بشن. احساس میکردن که جرالد نجات دهنده شونه. و همون قضیه لاو بامبینگ دیدین، مثلا طرف میاد یهو خیلی زیاد محبت میکنه، بعد یهو غیبش میزنه، بعد دوباره میاد زیاد محبت میکنه. جرالد دقیقاً همین کار رو میکرد با اعضای فرقش. و حالا شاید خودتون بگین خب جرالد این همه آدم رو جمع کرده توی خونه خودش، چجوری خرجشون رو میده؟ اکثر اینا میدونیم بی خانمان و اینان. خب گفتم بهتون اعضای این فرقه فقط بی خانمان ها نبودن، آدمای خیلی بالا رتبه‌ای هم توش بودن، آدمای پولدار هم توش بودن. و جرالد به تمام کسایی که به هر نحوی درآمدی داشتن، پولی داشتن، هر چیزی داشتن، گفته بود که تمام منابع این گروه مشترکه، چیزی به اسم من وجود نداره، اینجا فقط ما هستیم، خونه ما، منابع ما، غذای ما، پول ما و پولاتون رو بیارین بریزین وسط. اونا هم همین کارو کردن. هر چیزی که در می آوردن میدادن و دو دستی تقدیم جرالد میکردن که بین بقیه به اشتراک بذاره، تبدیلشون کنه به مثلا منبع مشترکی که همه به یک میزان قرار ازش استفاده کنن و بهره ببرن. این کارش نه تنها باعث میشد که خودش یه پول زیادی بره تو جیبش و بتونه بدون اینکه بخواد کار کنه یا زحمتی بکشه همونجوری پول در بیاره، در کنار اون مهمترین نکته‌ای که برای خود جرالد داشت این کار این بود که باعث میشد اون آدما پولی نداشته باشن که بعد بتونن جدا بشن از این فرقه. بعد توی مرحله بعدی میدونین دیگه، طبق عادت همیشگی توی همه فرقه ها همین جوریه، شروع کرد به اعضای فرقه گفت که باید با تمام کسایی که میشناسن قطع رابطه کنن، چون که به گفته جرالد بقیه آدم ها دغدغه اینها رو نمیفهمیدن، نمیدونستن که وقتی جامعه بده، وقتی سیستم داره بهت ضربه میزنه تو چقدر میشکنی و وقتی که میخوای این سیستم رو کلن از هم بپاشونی و همه چیز رو از نو بسازی چقدر باید تلاش کنی. اون آدم‌های اطرافتون بهشون میگفتش که همشون قل و زنجیری هن که به پای شما بسته شدن، باید ازشون جدا بشین، باید ازشون دور بشین که بتونین به اون نهایت پتانسیل وجودیتون برسین. به این ترتیب شروع کرد به ایزوله کردن آدم. و دلیلش هم میدونین، قبلا توی تمام ویدیوهای فرقه توضیح دادم، همینه که اون شخصی که وارد این گروه میشه دیگه هیچ شبکه حمایتی، هیچ حامی، هیچ کسی نداشته باشه که بخواد بهش کمک کنه برای خروج از فرقه، برای اینکه بفهمه که چه اشتباهی کرده. به تدریج وضعیت جوری شد که ارتباط اعضا با دنیای بیرون کامل قطع شد. اعضا اجازه نداشتن با کسی معاشرت کنن مگه اینکه تحت کنترل جرالد می بود. یعنی اون اجازه میداد، مثلا گفت با فلانی فلان موقع فلان جا میتونی فلان حرفو بزنی. تو همون دوره جرالد تصمیم گرفت که برای گروهش یه اسم هم انتخاب کنه و اسمشون رو گذاشت The Cause، یعنی هدف، آرمان. مثلا خیلی زحمت کشید اسم گذاشت. فکر کنم خود جرالد هم متوجه شده بود که اسمی که گذاشته چقدر غیر اورجینال و چقدر مسخره است و این بار تصمیم گرفت یه اسم دیگه هم بذاره روی گروهشون. 2 اسم داشتن و این بار اسمشون رو گذاشت The Order of Lion، محفل شیر. یه اسم هم جرالد اومد روی محل زندگیشون گذاشت که حالا به جزئیاتش میرسیم، چون میدونین تعداد بالا رفته و همه اینا که توی خونه جرالد جا نمیشن. چی شد حالا میگم بهش میرسیم، کاری به اون نداشته باشیم، فقط همینقدر بدونین که محل زندگیشون هم اسمشو گذاشته بود The Camp. کلا خیلی آدم اورجینالیه توی انتخاب کردن اسم. خلاصه حالا جدا از شوخی، جرالد میدونست که برای اینکه بتونه قدرت خودشو قشنگ اونجا میخ خودشو محکمتر به زمین بکوبه،
باید شروع کنه به انجام دادن یه سری کارهایی به صورت روتین. باید هویت زدایی کنه و این هویت زدایی با انجام دادن کارهای تکراری یه بخشش انجام میشه. یه کاری که همه اعضا باید انجام بدن، از پوشیدن لباسای یه شکل گرفته تا انجام دادن یه سری مراسم. حالا چه جور مراسمی؟ گفتم که جرالد خیلی وارد چیزای ماورایی شده بود. از طرف دیگه جرالد اون موقع که این فرقه رو تشکیل داد تو اوج دوران سیتانیک پنیک بود و این ترس از شیطان پرست و شیطانگرایان و اینا اون موقع تو اوج خودش بود. جرالد هم از این به نفع خودش استفاده کرد. گفت از این ترس استفاده کنم برای اینکه قدرت خودم رو تحکیم کنم و شروع کرد به انجام دادن آیین‌ها و مراسم شیطانی توی گروه. جرالد خودش رو کاهن اعظم معرفی میکرد و میگفتش که من دارم وحی میگیرم مستقیما از خدا، از شیطان، از هر موجودی که وجود داشته باشه و هرچی من میگم رو قبول کنین دیگه، شما کاریتون نباشه، من دارم درست میگم. مثلا وقتی که یکی از زوجهای توی فرقه بچه دار شدن، در اومد بهشون گفتش که خدا به من اعلام کرده، گفته که شما دوتا اگه میخواین نشون بدین که بنده های خوبی هستین و واقعا توی این فرقه جاتون رو میخواین اثبات کنین، نشون بدین که لیاقتش رو دارین که توی این فرقه الهی باشین، الهی شیطانی، باید بچه‌تون رو قربانی کنین. این که اون بچه چه بلایی سرش اومد و عاقبتش چی شد رو متاسفانه نمیدونیم. مشخص نیست که این مراسم قربانی نوزاد اتفاق افتاد یا نه، ولی میدونیم که جرالد اینو خواسته بود از اون زن و شوهر. جرالد فقط هم ادعای ارتباط گرفتن با خدا نداشت. میگفت من خودم هم قدرت‌های جادویی دارم، یعنی لازم نیست که با خدا و شیطان صحبت کنم و از اونا بخوام که کاری بکنن، خودم میتونم جادو کنم. توی مراسم‌هاشون یه سری کارهای شبه آیین وودو انجام میداد، چون میگم اطلاعات خاصی تو این زمینه‌ها نداشت، حتی درست مطالعه نکرده بود که بخواد انجام بده. تصوری که داشت میگفت مثلا احتمالاً کسی که وودو کار میکنن اینجوری هستن اونا رو انجام میداد و اعضای فرقه هم نمیدونستن که اونا هم فکر کردن این انجام میده و واقعا خودش هم باورش شده بود. یعنی یواش یواش اونقدر این حرف رو تکرار کرده بود، اونقدر گفته بود که من جادوگرم، من کاهنم، من علم، من جیمبلم، واقعا خودش هم باورش شده بود که این قدرت ها رو داره. یا مثلا در میاد به اعضای فرقه میگفتش که من توانایی نفرین کردن دارم و لازم نبود واقعا توانایی نفرین کردن داشته باشه، که همین که اعضا باور کنن که این میتونه نفرینشون کنه کافی بود. جرئت نمیکردن دست از پا خطا کنن، چون میگفتن اگه حرف جرالدو گوش ندیم یا بخوایم از گروه خارج بشیم، فرار کنیم، نفرینمون میکنه. این نفرین ابدیه، از اینا که چندین نسلمون نفرین میشه. اون برای این که همه چیز واقعی تر هم به نظر برسه و اون هویت زدایی بیشتر هم روشون تاثیر بذاره، اعضا رو مجبور میکرد که یه سری لباسهای مخصوصی هم بپوشن و لباسهایی که انتخاب کرده بود خیلی زیاد شبیه به لباسهای همون گروه، نمیدونم میشه گفت اسمشون تو یوتیوب یا نه، همون گروه نجات پرستی معروفه که اونا که توی سالای 1923 4 شروع کردن به فعالیت و تو دقیقاً سالهایی که جرالد داشت فعالیت میکرد همچنان هنوزم وجود دارن. شاید باورتون نشه ولی هنوزم هستن، هنوزم عضو دارن، ولی توی اون سالها بیشتر بودن. توی دوره اوج خودشون که 4 میلیون نفر عضو داشتن، نمیدونم دقیق یادم نیست 4 میلیون نفر یا 6 میلیون نفر، ولی یه همچین عددی بود تو کل دنیا عضو داشتن. این گروه خطرناکه بیشترم خشمشون رو روی سیاه‌پوستا خالی میکردن، ولی در کل به برتری نژاد سفید پوست باور داشتن و هر کسی خارج از نژاد سفید پوست میدیدن میگرفتن، چکنجش میدادن، شلاق میزدن، به صلیب میکشیدنش، آتیشش میزدن و جرالد لباس اونا رو انتخاب کرده بود به عنوان لباس مخصوص فرقه‌شون. همون جوری
لباس شنل سفید بلند با یه چیزی که میکشن رو سرشون توی اتاقای تاریک با نور شب اینجوری راه میرفتن دور هم حلقه یه سری چیزایی هم میخوندن ورد زیر لب. و تو اون فضا وقتی حضور داشته باشین با اون لباس، با اون پیشینه ذهنی که نسبت به اون لباس و اون ظاهر دارین، باورم نداشته باشین به جرالد و حرفاش، خوف میکنین. این آدم روحیش ناخودآگاه میشکنه توی همچین فضایی. دیگه چه برسه اگه باور هم داشته باشی و فکر کنی جرالد واقعا هم یه سری قدرت هایی داره. ولی اینا به تنهایی برای اینکه بتونه قدرت رو تو دستش بگیره و همه رو تو مشت خودش نگه داره کافی نبود. برای همین جرالد میخواست یه چیز شخصی تر از افراد داشته باشه. برای همینم یه تکنیکی اومده بود درست کرده بود که باهاش میتونست عمیق‌ترین نقطه ضعف و بدترین چیزایی که یه آدم میتونه ازش بترسه رو برای هر کدوم از اعضاش جداگونه پیدا کنه. جرالد به هر کدوم از اعضای فرقه یه دفتر میداد تو زمان ورودشون به گروه که باید به طور مرتب و دائمی توش اتفاقای روزانه‌شون و کارهایی که میکردن رو مینوشتن. ولی فقط هم ژورنال نویسی نبود. این نبود که بیان بنویسن رو امروز این کار کردم فردا این کار کردم. باید بیشتر از افکارشون توش صحبت میکردن. اعضای فرقه مجبور بودن تمام ترس‌های عمیقشون رو توی این دفتر بنویسن. ویژگی‌هایی که خودشون داشتن که باعث میشد حس شرم، ضعف یا ترس بهشون دست بده. ترس مثلا چه به خاطر ترس همجو باقی یا ترس به خاطر قضاوت بقیه، همه رو باید این تو می نوشتن. جرالد می گفت با این کار مسیر سفر معنوی هر کدوم از افراد گروه هم رو دارم ثبت می کنم و برای خودشونه، برای اینه که بدونن که از کجا به کجا رسیدن. ولی در اصل تمام این دفترها آخر روز میومد دست خود جرالد و جرالد میتونست از طریق همه اینا بدونه که هر کسی دقیقاً از چی میترسه، از چی خجالت میکشه، از چی بدش میاد و با استفاده از همون چیزا آزارش بده و شکنجش بده. اون حتی اعضا رو مجبور میکرد که این دفترها رو با انگشت خونی خودشون امضا کنن. یعنی اینجوری میگفت دستتو ببر، خون که اومد انگشت بزن زیرش. و بعد میگفت این الان جادوی خونه، با خونت یه قرارداد پیوند خونی بستی و دیگه هرگز نمیتونی بشکنیش. اگه اینو بشکنی لولو میاد میخورتت. یعنی قشنگ همین، واقعا همین. چون که یه بار به یکی میگفت شیطان نفرینت میکنه، به اون یکی میگفت خدا نمیبخشتت، دوباره فرداش میگفت من نفرینت میکنم، اون یکی بعد به یکی میگفت جادوت میکنم. هم یه بلای بدی سرت میاد. در هر صورتی اینو بشکنی بد میشه. و حالا این دفتر جدا از این که برای همون ترس و برای سوء استفاده ازشون وجود داشت استفاده میشد، یه ابزار هویت زدایی هم بود. هویت زدایی میدونین که بزرگترین بخش ساخته فرقه است که افراد اون ماهیت شخصی خودشون از دست بدن، تبدیل بشن به یه عدد، فقط یک نفر مثلا توی یه تعداد بزرگ، یه عضوی از یه تعداد، یه کل بزرگ، خودشون به تنهایی هویت نداشته باشن. و وقتی که فکر کنین میای تمام چیزایی که ازش خجالت میکشی و ازش میترسی و ناراحتی و توی یه دفتر مینویسی، بعد میدی که بقیه اینو بخونن، داری اون مرزهای شخصیت رو میشکنی. و اینا از طرف دیگه همزمان توی یه خونه زندگی میکردن، همه چیزشون گفتم منابع مشترک، همه چیزشون مشترک بود. یعنی عملا هر چیزی که اون آدم از خودش داشت رو جرالد داشت ازش میگرفت. از اطرافیانش شروع کرده تا پولش و نمیدونم لباسش و سلیقش تا افکارش دیگه، حتی تا ترساش دیگه. کم کم حتی اون چیزای خصوصی زندگیشون رو هم همه باید میدونستن. هیچ چیزی دیگه اون آدم برای خودش نداشت. تمام این اتفاقا هم توی مدت خیلی کوتاهی افتادن. اعضا خیلی سریع وابسته شدن به جرالد و جرالد تونست برسه به اون نقطه‌ای که میخواست، به اون نقطه‌ای که همیشه فکرشو میکرد. توی موضع قدرت بود، یه عالم آدم دورشو گرفته بودن که عمیقاً باور داشتن این اصلا خداییه برای خودش، و در کنار اون یه دست راست داشت که احکامی که این میداد رو براش اجرا میکرد.
2 نفر داشت که شکنجهشون میداد برای اینکه برای بقیهشون درس عبرت بشه و بقیه اعضا که هر کدوم رو به یه شکل آزار و اذیت میکرد. و آره، از اینجا به بعد قراره شروع کنیم به شکنجه ها. ولی احساس میکنم که بهتره این قسمت ویدیو رو نگه داریم برای یه روز دیگه. این متن خیلی طولانیه. میدونم که از ویدیوهای طولانی خوشتون میاد، ولی خیلی خسته کننده میشه و گفتم اسم و اینا زیاده، قراقاتی میشه تو هم دیگه و تا اینجا بیشتر اون مسئله شکلگیری خود فرقه بود که راجبش صحبت کردیم. تصمیم گرفتم اینجا قطعش کنم که ویدیوی بعدیمون یعنی پارت دومش بشه اون اتفاقهایی که توی خود فرقه میافتاد. الان دیگه فرقه شکل گرفته ولی توش اتفاقایی میافته که تصورش رو هم نمیتونین بکنین. یعنی کارهایی که مامان جرالد میکرد، حالا نمیدونم مامانش مامان بزرگش هم هورتنسیا بود اسمش، آره، اونا در کنار کارهایی که جرالد توی فرقش انجام میداد هیچی نبودن. هورتنسیا فرشته بود کنار کارهای جرالد. و خلاصه آره، منتظرش باشین، عصبانی نشین. ویدیو خیلی خیلی میگم طولانی میشد، نمیشد که این کارو بکنم که بخوام همش رو یه جا بذارم، ولی لازم نیست تا هفته آینده منتظر بمونین. پارت بعدیشو توی همین هفته میذارم. روز یکشنبه قراره برگردیم سراغ ادامه ماجراهای این فرقه و قراره بیشتر از شکنجه ها صحبت کنیم. برای همین گفتم شاید کسایی که دوست ندارن اونا رو بشنون میتونن اون ویدیو رو لااقل نبینن، اینو ببینن. البته برای اینکه بدونین آخرش چی شد در هر صورت هم باید ببینین. صبر کنین روز یکشنبه تصمیمتون رو بگیرین، نهایتا میزنین جلو تا ببینین آخرش چی شد. خلاصه بیشتر از این طولش ندیم. همین الانم میدونم شما هم خسته شدین، من خودم هم کمرم درد میگیره دیگه بیشتر از یه تایمی که میشینم اینجا و یک شنبه میبینمتون دوباره. برمیگردیم با ادامه ماجراها. به خودتون آماده کنین، یه عالمه قرص مسکن بذارین کنارتون، قرار سردرد بگیرین حسابی. خیلی دوستتون دارم. لایک فراموش نشه. خداحافظ.